ما میخواری تو دم خود شنوار بازار زنا کنم دیگه نشان بده دیگه. تو ما از احمد چیز گفتی ما نشان دادم منی به 30,000 رینال تو بیا یک سوال شده میگن اون را مگه نشان بتین ببینیم که از کی کلان است می خانش خانه است کی کلان است خانه سالون کی کلان است از تو یا از بالا اینگه فارسی نیوز گشتم مگم بسیار به پشتونا دوزدی گشتم بیا تو منصفانه بگویم اما او چیزی نگفته بالا قراششته اینالی ما خود بسته میکنم برو ازی سوال کن نه فرار نکو دیگه خیلی یخچو که یک روز اول خمایی که تک خاموش کنی با مانای از که عقب نشینی اینالی فارسی نیوز سایکو امو دیگه نکوی کاری یک روز اول خود تو از نسل قماندان شفیستی نباید مایی که خاموش کنی و فرار کنی که باز توهین میشه به آدرس مردم تو باید مقتدرانه در جبهه باشی دیگه او آرام ششته بالا سایکو برو اینه ما آرام شدم بفرما خب دلیلی که خودت زیاد به پشتونای افغانستان او خب بعد از خودت بالا آمد یعنی خودت آغازگرش بودی چی بود که آقای گشت ذوالفقار خودت به مردم پشتون قدر دلیلش چی است دوست من اینال یک دقیقه اموک ما سایکو در لایف آمدم اینال اموک هم میگم درانه ما آمدم ما شما اموک هستیم من گلم خاطرات شما اموک شما میشه اینالی درست است که او قدر که پشتون تو را میشناسه او قدر که دشمنی تو است دشمنی من نیستم یا اوغانا بله با شکی وجود نداره ما دمی لایف تو آمدم ما چی گفتم من یزاره گفتم که توی تاجیک اگر من یزاره زیر پای شوم گفتم توی تاجیک هم زیر پای موشه نه شکی وجود نداره من یزارم زیر پای موشه همین که گفتم یا نگفتم بخ گفتی بله باز دیگه ما در کجا در اوغان توهین کردم تا پشتون توهین کردم هیچ چیزی نگفتی تا هنوز از اول لایف تا فعلا گفتم اما وقتی که میای بینی پوشک گفتم میگه وقتی که من از برادرای تاجیک خود حمایت میکنم یک افغان میای دیگه بازنی فارسی نیست و سیاست نه خب گپی است که ذوالفقار اولا خو بینی پوچک کردن یا بینی پوچک گفتن توهین نیست ما در بینی پوشک ما افتخار ما بینی کتا بگوید مشکل وجود نداره دیگه این مشکلی نیست نه خو هیچ مشکلی نیست ما افتخارم میکنم در بینی پوشک خود در چشمای بادامی خود ما افتخارم میکنم آیا اینمی چه کسی نبود در لایف تو ما بالا آمدم چی گفتم امی گبر گفتم یا نه گفتم 100% ذوالفقار گفتی دقیقاً ابروی تو است بله ابرو کجا تو ابرو داره تو